خداوند بخشاینده و مهربان، سلام هموطنان عزیز، خوبین؟ بخیرین؟ خدا کنه کلگیشون جور و سالم صحتمند باشید. خب دوستان، تیم من جالافت درونه بیشت ما یک چکر برم بخشی که کمک نیاز داره نظر تا آخر ویدیو همراهش باشید. مو بس قصه های خیلی قشنگ داره، یک دوباره یک موضوع خلاصه تصمیم داره که کار را انجام بدی، آمادگیش رو بگیری. شما تا آخر ویدیو رو همراهش باشید دوست. سلام عطای جان. سلام عطای جان، مندن چی؟ چرا باشی تو مندن عطای جان؟ خوبی؟ بخیر جان؟ چرا بخیری؟ خیر هستی؟ خانه خیره ده؟ شکر. خانواده شما خوبه؟ بله خدا. شما خوبی؟ شکر. شما تشکر عطای جان. عرفت رونی؟ عرفت رونی گوو گشنایا. میگه کات سودا خالی نشد. تجان میگه امی ببری. علاف شو کنی نه؟ خیر کنی عطای ما زلاشتم کلاشتم امی علاف برو کنی خوب میشه. خیر کنی دکتر را نگاه کنی ایمان بگیه. دوستای نازنین میگه عطای جان تو یک سلام قشنگ بیدی؟ سلام دوستای نازنین، صحتمند باشید، جور باشین، سالم باشین، خدا کنه خوشحال باشین، میخی خوب باشین. میگه اینی مو از دور نزدیک میگرنیم بیادن مو اینجی علاف درونیم بلرگو بلدی گاو مبری بلدی مال مبری. میگه دوستای نازنین نزدیک تو خیموره از راه دور با قلبی نزدیک. روی نزدیک آبری. خوب قدر درو که دادی عطای؟ آره تا دوست را میلی یک سره؟ باشه یک خچ میتونیم فر بدیم؟ چنگ میشه؟ تای زیلا نشتی؟ ده گرنگ نام خدا خوب بابام درنه و تو مسته. خوبی؟ شکر تشتری pretty good. Very good. خوب اگه هم که بلد نی قصد خوبت گردی قصد سلام کلام میشه. خب دوستان آخر ویدیو همراهش باشید. پیشتون باری که نه برنامه گرد دیره باز گفتنی ها دیره که قلیشم ده شریک میمونه. باشد سراسر زندگیت نیک باشد، دلت بیغم لباست شیک باشد. همین عیدی را که پیشی رو داریم پیشاپیش بر شما تبریک باشد. همین عیدی را که پیشی رو داریم پیشاپیش بر شما تبریک باشد. این را تبریکی دادیم پیشاپیش. آقا جان تو یک سلام بگی؟ آقا سلام دوستای گل، خدا شما رو نگاه کنه دیگه. در سرزمینی هستین نانشون گرم آبشون یخ، خوش و خوشحال خوش خندان در پالوی خانواده نازنین خوب باشین دیگه. یعنی ییدم تانوس دیگه دوره ییدرم در شما تبریک مگی دوستایم انا بشت شروع که قصه و گپ و گفتگوی را. خب نمی دوید را که تیر کدی بخیره در وقت خوشی به جانجوری نوی ایدی سومی هم درای بخیره تقریبا 10 یا 11 روز دیگه منده. پیشاپیش ایچیم تبریک میگیم. خدا کنه کلگیش میگه خوب خوش و خوشی و خوبی سپاره کنید در کنار عزیزای. سال ای زمانا که بوده که سرشته توی داشتی آمدگی توی رو نه؟ آره امی عید قربان پارسال درون فهمیده اید نشید نده چی مسته؟ نه اید نفهمید ازیست که نویش قدره و بوده دیگه خلاصه کارای یک پشت دیگه آمد نورت مشت کدام خراس کنی کدراو بود پیش دوی پیش دو بود امی چی بوده اسخم گده و شو روزا روش که بوده گش قدره و مکدی شوش مثلا بسلا خانه گل که دیگه کدام که بیری میری میره گل کاری خانه دیگه ایسو کار قدره نه بی؟ کار قدر آره و بچه دیگه شما بجور ما رفتی سودا ده کار بوده. خب بازم خوب خدا رو شکر تیر شد همه چیز ده خوشی تیر شد نه کلگی مشکر جمعی سال بری خمه و دیرید قربای سال
بریم و دخانیم یا خب بابا بیش نمیگ سوال دیگه شروع کنیم. آره همین بیش بلدیم برکه که دی اور دک شما میدیم و بریده بای؟ آره بچه‌ای یکی اموری واجه نور آبه محمد که گرفت شرنیک ده بود وقتی وا میدیم بود مو میدیم بودی همه یک سال شی بچه خانه بود دامد یک سال دیگه شد 2 سال دیگه شیران بود یکیش مو بردی مرسن دیگه خوچنی هم یکی آخره او چیز نیه دیگه یک شوقه همون بلده دختر بلده بچه یک شوقه ره وال خدا رو مو میدیم بود وای انو بخیر اول سال دی بردی برکه بیش مو پیش بره ما بیم برکه سعی کنیم چقدر طویل خوشی آتی مو قدر تعریف نخوشی میگه بابا خوب شسته تو رفته وش کدی؟ آره گرنگیه خوب پروایه پروای خوب شه آه اینترنت خوب کار میکنه اونجا آه چرا خوب پروای خوبه واسه سالای خوشخواهی خوش کس مثال تراویه اونجا با دیگه خدا مهربانه شاید بابا همین سال که کس امید نداشت نه باز در بار خدا در بار امیده اره این شکر باریش کرد دیگه خوشگاوی بود شد خطرش نه آره خیر از اون خدا مهربانه شاید خوشگاوی نه خدا و تصمیم شویی شد که مبرید بیدی اره اول خدا مبیره انو خیلی هر چی باشد دیگه در اینجا آدم کیتاش داد که زاد گاه آدم ها بود آدم انو در هزار آدم خیلی خوبش معلوم میشه اما مالسترم خوش باشه هر کس امو ملک و منطقه جای خوش خوبش معلوم میشه خب اما رو پیشنهایی همو گفت وطن بلبل وطن شاخ اگه نه شکری بودن این حالی هر کس امو آفرین آبای جان چه قشنگ شعر گفتی بیشت آبای جان در چیز کس خوب قشنگ مثلا میگه کی دمزو ترا دمزو گپ رفت را در مثلا ترا آره تا دیگه نالی هم امی موگر بعد باید مالستو تا پیش خونده خود تیلا حسابه مالستو این زنج ممکنه خوش نایی مو در نظر از مو هم زنجی که از خانه که بور میشه گیر گوشه سرشه سرپلام جا کرد از اموری مایی در نظر از مو مایا که مو خدا خبر تا کدام شارای خارج هستی امو خوش مایا نه هر کس منطقهشی هر کس امو جای خوشی بچه ما اور خلاص باز خوش دارم که میشه بری در جاهای جدید را گوش کنی آدمایش آدم قجبه آدمایش برخورد کنه چطور آدمای نه آدم یک چکر برم اونجا آره سیل کنه خوبه خیلی خوبه آدمای مالسته قدر شوقیه باید اون شاوی توی ابن احمد مو رزا بجاردم قسم اقول انت کم داد مدک امو شو تا صبر و میزی گفتی مردم پرقص کرد امو اگر مرکز داد دنبورچی دنبورانی زد نه 3 نفر بود دنبورازو ام دنبورانی زدم بایچ مگو شو سفید وقت خیلی شوقیه قطبم خیلی زیادم داد شابالام زیادم داد قطبم شابالا تنها 40 دانه سر بودم این قطبم شابالا البته خیمه دادی یکی داد خیمه یکی دیگه خانه یکی پیش گاتر خواب داد گوش نماد میکنم برای فوتبال شد وقت فوتبال خواب فراموش داد امی موجه خواب گوش بال میشد داد دیگه خواب میکرد جای تنگ بود نه خانه از مو جزای تنگ دیگه آره بسیار خوب آدمانی خوب بود اون تا امی خندیدو دیگه واری داماد میگفت که نماد میگفت که بالشون چون خواب بوده دیم چون خوابش فراموش داد مویق لده خواب بود نوبت درمونده آره نوبت درمونده ما خلیطه چی گفتم میگفت ماما یه رقم نمیشه امی ظرفا مرفا ناشته میبینیم میگو بگوشه این هره ظرفا شما خود شما رای خدا نیه نه کارتن شاور نمیشه نه شاور دیگه دکتر اون رقم هم در خودگی خوبم داد دکتر خوب توی تیر کردم بچار کو خدا کنه بای جان که می توی این بارکم همی دمزی بارش نتایستو مجای ما میتونم که گرم همی توی آبیم محمد آبی سنگلی آبی مشتبه از لالای میار 4 توی تایستو شد نه گرم بوده دیستو از پیواز برم مو خشت بود که اگه تصمیم گرفتی که تایستو که گرم از جای پیواز باشه ایت رسته بچه که یک بارفچان خدا وقت خوش کنه اون رو که مو توی مویش ندیدی نه که رقم کرد دیگه لالای آبی سنالی آبی محمد آبی مشتبه او ورسه لالای 4 تنه که توی ده امی بار روزای گرم بسیار خوب امی
گل پیراق جای پیراق تید دیگه آه. اینال خدا کنه که شما ارزه را ما مطمئن اول خدا را اول خدا را خدا نیک سر کار کنم با جان که وقتی که خیش پای تاپ تاپ کپ مو گیتون دل کن ابو سال بارش نه سال بارش نه جای پیراقش نه دیگه از خواست سرش که توی اول خدا را دیگه مو ایشم در بار توی نیست دیگه اول خدا را تو سودا کم ده بار توی نیست ما سودا کم ده بار توی نیست مجا گیم تنگه و کنده خدا موجودیات نمیشه اینی رقم کارهای دیگه چیست آره دیگه بچه خدا مهربانه خدا مهربانه تو گیر باید با خانه جور کنی آره خدا مهربانه باشه سرمایه وقت خوشی جان جوری وقت خوشی جان جوری بود خیره مگه کارا میشه بای آتای ما بازم داتخ را افتخار رم خب ایجان نیست کنم ساعتين با این همه تین همه مشکلات ها این همه سختی ها را تیر کرد بازم خدا رو شکر خوب شکر کسایش بین سر از ما هستن بسا بلدشم قصانی در آینده ها که آتین چی مشکلات ها رو تیر کرد چی سختی ها رو چرا به چی دلیل کسی پیر شده چرا که قبال خانه نمیدره بس دلیل خانه سابقه خانه آتین از زندگی ایره خوب برنامه خیلی قشنگ بلدشون میگیری در ویدیوهای بعدی سر کنید آتی ما سیر تا پیاز رو بلدشون نکنید همونطور نیت جان؟ همونطور بچه جان خوب خدا رو شکر که سایش بسر از ما است شکر ابای ما تمام دارایی از مو است کستش مو آردوید ابای همه چیز که بالده مو با ارزش تاری آره آتای شکر کستی تشکر از آردوشون خدا شما را استیده کنه بچه شمار نگاه کنه انشاءالله که هزار ساله شد سایش و سالهای سال بسر از مو باشد خدا شما را استیده کنه بچه خدا آتای جان بیرا را بخو ما خود جان ما کستم دیگه امو یک چند رکعت نمازی که کسبا و بیکا پیشی میخوانم خدا جان بال نموگیم خدای بزرگ میاره وقت از دویده خوشبخت کنه دیگه روی ما پیش خدا جان امیه که خدا جان امی همو کاری براک نکی امو شما آرسیر دو وقت خوشی دنم یکی برگیم از پاس اگر ارزایل بگنه خیر سوا ما میگیم نبیگم نه بای جانم اینی رقم بچه جان مو یکانه آرزوی از مو شمویم که وقت خوش مو پاس وقت کنیم دیوم دیگه شی آرزو در دل از من میه که امی عارف جان کسته و نونجی بخیر وقت خوش خدا امی قدی تلفش نگاه کنه او که دوره نه در رسید نمیتونیم امی ما این مقصار زور دونم که خدا جان موره امی ما بیرسن نه وقت خوش که ما نوسیق بغل کنم امی نوسیق میگم شب خیره آره ول خدا را نوسیق بغل کنم نوسیق پشت کتی کردم امی بارش نکرم شنه از بگیم که اینالی بغل کنم یا پشت کنم کمر مدد نه خدا عمر بیده خدای بزرگ بیده به خاطر بالفت امی ما یکانه آرزوی ما این میه بچه که آته تم بیچاره میشه موگه که امی یک دفعه بچه آقای نوری روش کدم کاش کمی نوسید مو بودیم از ما خندیدم ما کدیم اما آدم مردم هم مسکت شده خدا تا خانه خود کن بیده آته تم بیچاره آرزوی میه که خدا امی یک دنه نوسه تا خانه خود کن بیده خود کن و از خود کن آره از پیری رو مقال کنی بغل کنی با چه خوب با نو خوب معلوم بشه این رتای بنده دیل و خود من می یکانه آرزو ده دیل شب بای جان آرزو باید براردم چه انشالله که آردوشم گفتم پیشترم گفتم الان مگیم 1000 ساله شد خدا عمر از مرم ده بده شمار تو بله که شایشم بل سر از مو بده خب دوستایم بود از برنامه از مو از قصه های از مختلف خوشم باید منتظر ویدیوهای بعدی از مو باشید که مچ تصمیم های دیره در موردی